دادگاه شهر دوشنبه در اول ماه ینور سال 2024 با محکمه پرونده جنایتی رستم خالقوف رهبر سابق شرکت هواپیمایی توجیک ایر آغاز کرده است. در این باره زیعبدالله عبداللهیف، ادوکات شناخته توجیک و نماینده وکالتدار شرکت توجیک ایر، در یک مقاله در سامانه SSSR با نام ضرررسان کلان اویاسیون توجیک خبر داد رستم خالقوف ماه سال 2023 دستگیر شده در سزای رقم 1 در حبس پیشکی قرار دارد. خود خالقوف و یا نزدیکان و یا ادوکاتایش برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی بنا به اطلاع عبداللهیف، رستم خالقوف به برآمدن از حد وکالت‌های منصبی، تصرف مبلغ‌ها و مال و ملک توجیک ایر به مبلغ مخصوصا بزرگ در حدود تقریبا 50 میلیون دلار عیبدار می شود. رادیوی آزادی خبر داد که مرافعه پرونده رستم خالقوف در داخل بنای سزای رقم 1 شهر دوشنبه می‌گذرد و روز 26 ینور در اینجا جلسه دوم دادگاه دایر شده است، ولی به خبرنگاران اجازه اشتراک ندادند. یک مسئول دادگاه گفته است که مرافعه باز است، اما به سبب محدودیت‌های موجوده در بازداشتگاه موقتی نمی‌توانند خبرنگاران را راه دهند. در دادگاه دوشنبه وعده دادند که مرافعه نوبتی را در تالار دادگاه می‌گذرانند و به خبرنگاران اجازه اشتراک خواهند داد. رستم خالقوف که چندین سال رهبر شرکت هواپیمایی توجیک ایر را در دست داشت، یکی از نفران خیلی پرنفوذ در این ساحه و حتی سلطان اویاسیون توجیک نام برده میشد. اما عبداللهیف، ادوکات شناخته که در این قضیه از منفعت توجیک ایر حمایت میکند، در مقاله‌اش در SSSR خالقوف را نه سلطان اویاسیون توجیک بلکه ضرررسان کلان اویاسیون توجیک عنوان کرده برخی تفصیلات دعوای شرکت فعلا فلج شده نسبت به رهبر سابقش را بازگویی کرده است. به نوشته عبداللهیف، محض عملهای کروپسیونی و تصرفکاری‌های رستم خالقوف و شریکانش باعث شد که توجیک ایر اینک 5 سال باز عملا از فعالیت باز مانده فلج شده است و یگان پرواز انجام دادن نمیتواند. او می نویسد که رستم خالقوف در بسیار موردها حتی بدون موافقت با شورای نوزران این شرکت هواپیمایی به مبلغ‌های بزرگ شرطنامه‌ها می‌بست و هواپیماها را بدون پرسش به چپ و راست به اجاره میداد. به صورت حساب‌های مشکوک میلیون‌ها دلار و روبل انتقال میداد. عبداللهیف همچنین تناسب فعلی در انجام پروازها بین شهرهای روسیه و تاجیکستان را که بیش از 800 پرواز از جانب شرکت‌های روسی و مگه 100 پرواز از جانب یگانه شرکت هواپیمایی تاجیکستان سامونایر انجام می شود نیز نتیجه ویرانکاری و یا به تدبیر این ادوکات ضرررسانی رستم خالقوف و کماند او می شمارد و بر این است که خالقوف و شریکانش در عوض منفعت‌های پولی این بازار را به شرکت‌های روسی توفیق کردند. بنا به حساب نماینده وکالتدار توجیک ایر، در عموم در نتیجه اعمال و اسرافکاری سابق دیرکتور اگنتی توجیک ایر خالقوف رستم به شرکت توجیک ایر در مجموع ضرر به مقدار مخصوصا کلان برابر به 78 میلیون و 43 هزار و 356 سومونی، 62 میلیون و 302 هزار و 602 روبل و 986 هزار و 433 هزار دلار امریکایی رسانیده شده است. از این مبلغ در دوره پیشبرد پرونده خالقوف رستم تنها 3.5 میلیون سومونی را برقرار نموده است و خلاص. در حالت برقرار نمودن همه این ضرر، فعالیت منتظم مالیوی شرکت ملی توجیک ایر و پروازهای هواپیماهای آن از نو آغاز خواهد شد، نوشته است عبداللهیف در مقالش در SSSR. رستم خالقوف و نزدیکانش تا کنون به این دعواها یگان پاسخ ندادند.